سلام دوستان، کلاس طراحی وبمون رو بهونه‌ای کردیم تا دوره‌ای با نام آموزش لاراول براتون ریکورد کنیم. لاراول یکی از چهارچوب‌های بسیار بسیار معروف در برنامه نویسی به زبان PHP یا برنامه نویسی وب. منظور از فریمورک چیه؟ منظور از چارچوب چیه؟ مجموعه ای از فایل ها هستند که این فایل ها به یک شکلی به همدیگه لینک شدند و تعامل این فایل ها باعث دیده شدن یا بگیم حالا اجرای یک وب پیج خواهد شد. به نظر خیلی عجیبه؟ نه، خیلی هم جالبه. یعنی بسیاری از مفاهیم شی‌گرایی رو میتونیم با استفاده از همین لاراول براتون توضیح بدیم. جلسه اول میخوایم بریم سراغ نصب نرم افزار، نصب بسته ها. حالا نرم افزارم نگیم، بگیم نصب بسته ها. ما در طول این دوره سعی میکنیم مدام بریم سراغ سایت لاراول و داکیومنت ها رو مطالعه کنیم. پس میخوایم داکیومنت ها رو مطالعه کنیم و بر اساس دستورات لاراول این فریمورک رو شخصی سازی کنیم. خب بریم سراغ سایتمون. اگه دقت کنید در خود سایت لاراول این قسمت نوشته Getting Start، یعنی برای شروع کار با لاراول باید بریم سراغ این قسمت. حالا روی این کلیک کنید میبینید که یک بخشی داره به نام Installation. خب مثلا اینجا نوشته چرا باید از لاراول استفاده کنید. بعد در این قسمت اومده نوشته که چطور PHP و خود لاراول رو اینستال کنید و الی آخر. خب پس میریم سراغ همین بخش اولمون. خب یه مقدار من زوم کنم که شما دقیقا اینها رو روی موبایل دیوایس ها هم بتونید ببینید. خب پس توی این قسمت اگه دقت کنید ما یک بخشی داریم به نام Installing PHP and Laravel Installation. خب بعد اینجا میگه شما بایستی PHP و برنامه‌ای به نام کامپوزر رو اینستال کنید. خب دوستان، PHP یکی از زبانهای بک‌انده، یعنی کدهایی که به زبان PHP نوشته میشن معمولا در سمت سرویس دهنده اجرا خواهند شد. حالا در مورد سرویس دهنده های لوکال هم اینجا با هم صحبت خواهیم کرد. خب اما کامپوزر چیه؟ فرض کنید شما مجموعه بسیار زیادی از فایل ها و وابستگی ها رو دارید. یعنی فایل اول از کتابخونه‌ای توی فایل دوم استفاده میکنه، فایل دوم از کتابخونه‌ای در فایل سوم استفاده میکنه. خب روش حالا سنتی اینه که تک تک اینها رو من برم از جاهایی دانلود کنم. اینجا جاوا اسکریپت لازمه، اینجا نمیدونم فلان کتابخونه برای کانکشن به دیتابیس لازمه، اونجا ورژن PHP فلانه، اینجا ورژن این کتابخونه فلانه و الی آخر. که در مثلا سیستم هایی مثل لینوکس و نمیدونم بعضی کارهای دستی معمولا خود ادمین این کارها رو انجام میده. اما برنامه هایی مثل کامپوزر داریم که یک دستورالعملی رو میگیرند و بر اساس این دستورالعمل که بعداً خواهید دید جیسون فایل ها هستند، میان و در کنار حالا بگیم هر فایلی که دانلود میکنند تمامی کتابخونه های مربوط به اون فایل رو هم دانلود میکنند. کامپوزر به همون رهبر ارکستر میگن. پس در واقع همین برنامه هم داره همین کارا رو انجام میده. پس میگه شما برای اینستال کردن یه PHP میخواید، یک کامپوزر. خب PHP رو من میتونم از همین برنامه زمپ استفاده کنم. یعنی میتونم بیام بنویسم دانلود زمپ سرور، بعد یکی از این ورژن ها رو دانلود کنم، بعد شما نگارش های PHP رو هم اینجا میبینید. خب بعد میتونید خود سایت کامپوزر یه بخشی داره به نام دانلود، از این بخش هم همین رو دانلود کنید. پس ما دو برنامه لازم داریم، یکی زمپ سرور که ورژن مناسب حالا ویندوز خودتون رو دانلود کنید و یکی هم برنامه کامپوزر. خب بعد از اینکه این کارها رو انجام دادید، در این قسمت گفته که شما بیاید و بعد از اینکه PHP و کامپوزر رو اینستال کردید لاراول رو این شکلی اینستال کنید. خب یعنی این دستور رو در CMD وارد کنید. خب پس بریم سراغ کامند لاین
پس در یک CMD خب بریم سراغ مثلا درایو دی من، یه مقدار اینو زوم کنم که شما دقیقا ببینید. ما دستور داریم CLS اینجا رو تمیزکاری کنه. خب پس در درایو دی من میخوام یک فولدر ایجاد کنم، مثلا بنویسیم MD در فرض کنید مثلا LV test. خب بعد میریم داخل همین LV test از CD به معنی change directory، MD به معنی make directory. خب حالا میگه این دستور رو اینجا وارد کنید. خب پس همین رو کپی و پیست کنیم. خب پس بیایم سراغ همین قسمت و پیست. چی شد؟ یه لحظه اجازه بدید. خب بعد بیایم اینجا این رو پیست کنیم. خب با این دستور میبینید که خود برنامه شروع میکنه به دانلود یک سری از فایل ها. خب بعد میگه چون قبلا شما این رو اینستال کردید چیزی لازم نیست من دانلود کنم. خب پس شما بار اول که این دستور رو وارد میکنید احتمالا باید چند دقیقه‌ای با توجه به سرعت اینترنتتون منتظر بمونید تا فایل ها رو دانلود کنه. حالا در مرحله بعدی میگه بعد از این که شما این کار رو انجام دادید یک اپلیکیشن ایجاد کنید. دستور create application هم اینجا نوشته، میگه لاراول بنویس، بعد نیو، بعد اسم اپت رو بنویس، اسم حالا بگیم وبسایتمون رو بنویسیم. پس من همین رو دوباره کپی پیست کنم. خب پس بیایم دوباره همینجا در داخل کدوم فولدریم تمیز کنیم، در داخل همین LV تستیم، بعد لاراول نیو. حالا ما مثلا اسم این رو بذاریم پوررضا APP. خب حالا به لاراول دستور دادیم که یک اپ جدید ایجاد کنه. حالا اینجا باید به یک سری از سوالات جواب بدیم. میگه خب آیا میخواید که یک استارتر کیت درست کنید، یعنی مجموعه ای از حالا کتابخونه ها که یک سری کارهایی رو انجام بدن؟ پیش فرضمون چیه؟ پیش فرضمون اینه که اصلا کیتی اینستال نشه و بعد ما 2 تا کیت رو هم اینجا میبینیم که میتونیم از اینها هم استفاده کنیم. حالا یه مقدار جلوتر میریم در مورد این کیت ها هم صحبت میکنیم. پس من نمیخوام اصلا کیتی اینستال بشه. خب مرحله بعدی میگه خب ببین، یه مقدار با زوم کنم، میگه کدوم تستینگ فریم ورک رو میخوای که اعمال کنیم. یکی همین PEST، یکی هم PHP یونیته که هر کدوم از اینها مزایا و معایب خودشون رو دارن. میگه پیشفرضمون اینه، ببین پیشفرضش اینه، پس با همون پیشفرض رو رعایت کنیم. خب حالا در مرحله بعدی میبینید که نوشته Creating Laravel Project. یه چند لحظه باید منتظر بشیم با توجه به سرعت اینترنتمون تا یک سری کارهایی رو انجام بده و دقت کنید داره مرحله به مرحله فایل ها رو دانلود میکنه. خب تا این فایل ها رو دانلود کنه من دوباره برگردم و یه مقدار توضیح در مورد این لاراول بدم. خب ببینید دوستان، زمانی که ما داریم از فریم ورک ها یا چارچوب ها یا برنامه های نوشته شده توسط دیگران استفاده می کنیم، بحث داکیومنتیشن بحث بسیار بسیار مهمیه. چرا؟ چون این افرادی که این کتابخونه ها رو نوشتند اومدند و یک سری داکیومنت هایی برای ما ایجاد کردند. گفتن اگه میخوای فلان کار رو انجام بدی باید از این روش استفاده کنی، اگه میخوای فلان کار رو انجام بدی بایستی از روش مثلا دوم استفاده کنی. خب پس در تمامی این کورس من سعی میکنم برم سراغ داکیومنت ها، راه حل مناسب رو پیدا کنم و بعد همین راه حل رو اینجا پیاده سازی کنیم. خب حالا برگردیم سراغ بقیه نصب. ببینید در بقیه نصب میگه که کدوم دیتابیس رو میخواید به صورت پیشفرض انتخاب کنید.
دیتابیسی که حالا در ورژن های جدید استفاده شده دیتابیسی به نام SQLite. خب میتونید MySQL رو انتخاب کنید، میتونید از SQL سرویس دهنده های دیگه هم استفاده کنید، اما ما میخوایم از همین SQLite استفاده کنیم. پس میگه پیشفرض همینه، یعنی من اگه اینتر رو بزنم خب همون پیشفرض رو رعایت میکنه، یعنی از این به بعد دیتابیس ما SQLite. خب بعد میگه میخوایی که یک مایگریشن اولیه رو ما ران کنیم؟ میگم آره، اولین مایگریشن رو برای من اجرا کن. خب پوررضا مایگریشن چیه؟ ببینید دوستان، مایگریشن زمانی که شما دارید از یک سیستم دیتابیسی استفاده میکنید. خب این سیستم دیتابیسی معمولاً از دو زبان DDL Data Definition Language و DML Data Manipulation Language استفاده میکنه، یکی برای ایجاد شماها، یکی هم برای دستکاری داده ها. حالا اگه اینا رو متوجه هم نشدید فعلا مهم نیست. دستورات مایگریشن باعث میشن که یک دیتابیس اولیه ایجاد بشه، یک سری از تیبل ها به وجود بیان که ما بتونیم در طول برنامه از این استفاده کنیم. گفتم این فریمورک بهونه بسیار بسیار جالبیه که خیلی از مفاهیم شیگرایی رو هم یاد بگیریم. مثلا این کاملا بر اساس MVC عمل میکنه. حالا نگیم MVC که حالا ما میشناختیم، ولی ما یک لایه مدلی داریم. خب لایه مدل درگیر دیتا هاست و با یک لایه‌ای به نام لایه ویو داریم که داده ها رو اونجا پرزنت میکنیم، صفحات رو اونجا پرزنت میکنیم. خب پس یک چند لحظه ما باید منتظر بمونیم تا این بتونه اون کارهای مایگریشن خودش رو انجام بده. بعد از اینکه این کارهای مایگریشن رو انجام داد ما میتونیم برگردیم و بقیه حالا فایل ها رو نشونتون بدیم. حالا چیز زیاد سختی هم نیست، باید توجه به این که چند بار اینها رو دانلود کرده میتونی به سرعت این کار رو برامون انجام بده. خب پس چند لحظه اینجا صبر کنید، من تا این بخواد این کارهاش رو انجام بده برگردم سراغ وبسایتمون. خب پس اینو یه مقدار بیاریم این برتر. اگه دقت کنید خب اومده و برای ما توضیح میده که چطوری بیاید و این بخش اینستال کردن رو تموم کنید. خب یه مقدار بیایم پایین تر در مورد دیتابیس ها صحبت میکنه. دیتابیس مایگریشن ها چی هستند که در یک جلسه کلا من میخوام در مورد دیتابیس ها صحبت کنم. خب که حالا مثلا میگه که این دیتابیس SQLite اسم فایلمونه، حالا بعدا این فایل رو پیدا میکنیم و میبینیم که چه تیبل هایی درون این قرار دارن. خب بعد اگه دقت کنید میگه که اگه بخواید مثلا دیتابیس رو عوض کنید به MySQL بایستی چه کارهایی انجام بدید. خب اینجا توضیح داده، مثلا این نام دیتابیس، بعد اینجا شماره IP لوکال هاست رو نشون میده، پورت MySQL رو نشون میده، این نام اون پایگاه داده‌ایه که ما میخوایم ازش استفاده کنیم، این یوزرشه، حالا پسوردی مثلا اونجا ست نشده. یعنی خیلی خوبه که بیاید و این داکیومنت ها رو سعی کنید بخونید. اگه نمیتونید از هوش مصنوعی میتونید دقیقا همه اینها رو بپرسید که حالا در ادامه کورس هم از هوش مصنوعی هم استفاده خواهیم کرد. خب بریم ببینیم کارا به چه شکلیه. بله دیگه کم کم داره اینم کاراش رو انجام میده و سیستممون ایجاد شد. خب پوررضا الان شما چه چیزایی رو اینجا ایجاد کردید؟ ببینید ما الان یک فولدری داریم به نام پوررضا APP. خب یعنی من میتونم به سادگی بنویسم cd پوررضا APP و وارد این قسمت بشم. خب ببینید دوستان، برای حالا دیدن این کدها خیلی خوبه که از یک ادیتور استفاده کنیم. خب ادیتوری که حالا ما استفاده میکنیم VS کده، یعنی اگه بیاید و در این قسمت بنویسید دانلود، مثلا بذارید اینجا یه تب دیگه درست کنم، پس دانلود VS کد، این سایت ویژوال استودیو کد، میتونید برید اینجا و این رو به صورت رایگان دانلود و نصب کنید. خب پس
البته با سرعت اینترنت من بسیار عالی. خب این سایت ویژوال استودیو کد یه ادیتور دیگه. خب یا میتونید از نوتپد پلاس پلاس استفاده کنید یا مثلا برید از ادیتورهایی که روی سیستمتون دارید استفاده کنید، فرقی نمیکنه. این ورژن ویندوز، این ورژن مک و الی آخر. خب پس دوستان در این قسمت حالا ما در داخل این فولدریم، صفحه رو تمیز کنیم و من می نویسم کد فاصله نقطه، یعنی VS کد رو اینجا برام فعال کن. خب الان اگه دقت کنید، خب VS کد میپرسه که آیا اینها رو تراست میکنیم، به اینا اعتماد داریم یا نه. ما مجموعه ای از فولدرها رو میبینیم. خب پس دوستان یه لحظه اینجا رو دقت کنید، میبینید که در داخل پوشه پوررضا APP ما انواع فولدرها رو داریم که هر کدوم از اینها شامل یک سری فایل هایی هستند که در ادامه از اونها قرار استفاده کنیم. خب مثلا فولدر وندور رو داریم، کلی اینجا فایل داریم. بعد یک فایلی داریم به نام env که شامل یک سری از تنظیمات. مثلا چی؟ مثلا اگه دقت کنید همون دیتابیسی که ما مثلا انتخاب کردیم اینجا شده SQLite و بقیه غیر فعالند. یعنی بعداً خواستیم ما دیتابیس رو ببریم روی MySQL، میتونیم این قسمت ها رو فعال کنیم و این قسمت رو غیر فعال کنیم و خیلی چیزای دیگه اینجا هستن که بعداً میتونیم ازشون استفاده کنیم. خب پس این فایل است. خب اگه دقت کنید ما یک بخشی داریم به نام روتس، حالا در مورد اینام صحبت میکنیم. اینجا یک فایل بسیار مهمی داریم داخل این پوشه روتس به نام web.php. خب این web.php برامون خیلی مهمه. چرا؟ چون اگه دقت کنید ما در داخل این مسیرها رو داریم که حالا در مورد مسیرها با هم صحبت خواهیم کرد. این فعلا میگه یک ویو ولکامی رو نشون بده زمانی که هیچ چیزی این بالا نوشته نشده. ویو چیه، ولکام چیه رو در ادامه خواهیم دید. خب پس فعلا web.php بمونه در داخل فولدر روتس. خب ما بیایم این بالا یک فولدری به نام اپ داریم. خب در داخل اپ ما میبینیم که فولدر مدلز رو داریم. خب در داخل این مدلز مثلا ما فعلا یوزر PHP رو داریم که نشون میده ما یک حالا بگیم دیتا هایی داریم که برای یوزر هامون ست شدن. حالا در مورد این هم صحبت خواهیم کرد. خب پس اگه دقت کنید ما انواع فولدرها رو اینجا داریم. خب مثلا چی؟ مثلا کنترلرز هم یک کارهایی رو قراره برامون انجام میدن که حالا در ادامه خواهیم دید. بعد اگه بیایم در داخل پابلیک، خب یک سری از فایل ها رو شما اینجا میبینید. داخل ریسورسز ویو ها رو داریم. یک فایل ویوی داریم که فعلا برامون خیلی مهمه. ببین اینجا اسمش welcome.blade.php. خب welcome.blade.php برامون بسیار بسیار مهمه. چرا؟ چون اولین فایلی که قراره برامون نشون بده. خب حالا پوررضا ما اینا رو دانلود کردیم، چطور وبسایت رو ببینیم؟ خب ببین دوست من، بیای همینجا بعد میریم داکیومنت رو بخونیم. پس بریم سراغ داکیومنت خوندن. خب اگه یک مقدار حالا برید پایین تر میبینید که در داخل داکیومنت نوشته که حالا من پیداش کنم که کجاست. یه فایلی داریم به نام آرتیسان که این آرتیسان قراره یک سری کارها رو واسه ما انجام بده. اجازه بدید حالا چون من میدونم از این سرچ استفاده کنیم. خب پس یه سرچی هم داشت صفحه اول، درسته؟ سرچ آرتیسان. خب PHP آرتیسان سرو. خب ای بابا، آها احتمال اشکال از نتورک منه.
خب حالا اینو من نشونتون میدم، حالا چیز مهمی نیست. بذار ببینم میتونه اینو لود کنه. چی شده؟ نتورک من خیلی ضعیفه. خب ببینید دوستان، برای اینکه این فایل رو اجرا کنیم می‌نویسیم php artisan serve. خب اگه شما بنویسید php artisan serve میبینید که یه همچین چیزی واسمون ظاهر شد. گفت که ببین من یک سروری رو در حال اجرا هستم روی 127.0.0.1 و این پورت 8000. بعد به من میگه کنترل سی رو بزن خب برای اینکه سروره رو استاپ کنی، یا میتونی روی این کلیک کنی. ببین روی این کلیک کنیم اینو توی یک پیج جدیدی برامون باز میکنه، پس کافیه کنترل رو نگه داریم و روش کلیک کنیم. حالا اگه همه چیز اوکیه شما بایستی بتونید صفحه ولکام لاراول رو ببینید. خب چون سرور محلیه یه مقدار طول میکشه بار اول تمامی اون مایگریشن ها رو درست کنه و این صفحه رو بهتون نشون بده. خب پس اگه این صفحه رو میبینید یه کار نصب لاراولمون تموم شده. آدرس بالا رو دقت کن 127.0.0.1. حالا چرا کنده؟ چون من همزمان دارم اینجا ریکورد میکنم، همزمان وصلم به یک سیستم و اون سیستم داره چند تا مونیتورینگ دیگر رو انجام میده و سیستم من یک مقدار کندتر عمل میکنه. خب پس دوستان ما الان تونستیم لاراول رو به صورت محلی نصب کنیم. خب لاراول لایه های مختلفی داره. یکی از لایه های مهم همون لایه های ویو هستن. خب حالا در ویدیوهای بعدی میریم تک تک فایل ها رو بررسی میکنیم. یک سری از فایل ها رو دیلیت خواهیم کرد، یک سری از فایل ها رو اضافه خواهیم کرد و این پیج رو تبدیل میکنیم به وبسایتی که میخواستیم طراحی کنیم. امیدوارم این مجموعه هم مورد توجهتون قرار بگیره.